امروز خواستم یک غذای بپزم که تقریبا همرنگ لباسایم باشه. بله، کوفته پلو. طرز تهیه کوفته پلو میبینیم. اولتر از همه گوشت کوفته ای را همراه با پیاز، سیر و مرچ از ماشین میکشیم و مساله را اضافه میکنیم. مساله هم مقدارش دلخواست، هر قدر که خودتان خواستین میتونین که اضافه کنین. خوب گوشت را همراه با مساله مخلوط میکنیم. آماده هست و کنار میمانیم. پیاز سرخ میکنیم و بعد از اینکه پیاز سرخ شد رومی را سرخ میکنیم. بعد از اینکه پیاز و رومی هر دو سرخ شد کوفته را اضافه میکنیم و کوفته را همراه با پیاز و رومی خوب میمانیم که سرخ شود. یک مقدار آب هم اضافه کردم به خاطر نرم شدن گوشت. برنج نیم ساعت قبل تر کردیم و در آب نمک انداخته و برنج میمانیم تا 90% پخته شود. برنج هم تقریبا پخته شده و میریم تا بخیر کوفته پلو دم بدیم. اولتر از همه در دیگ یک مقدار کوفته اضافه میکنیم، برنج اضافه میکنیم، بعدا باز هم کوفته اضافه میکنیم، بعدا برنج و رویش چند برگ گشنیز. کوفته پلو آماده هست. شما هم کوفته پلو در خانه آماده بسازین و نظراتتان را همراه با من شریک بسازین. تشکر، سلامت، وقتتان خوش. خدا حافظ.